Hello, ladies. How do you do? I hope you are doing well and started a great day. We want to continue our crochet on fabric or رشی دوزی. درود به شما خانمای عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و سلامت باشید. میریم که ادامه آموزش رشی دوزی رو داشته باشیم. امروز میخوام که بهتون یاد بدم چطور یه برگ توپر در واقع تو رشی دوزی درست کنیم. بریم که شروع کنیم. خب خانمای عزیز، میخوایم که این برگی که توش پره اینو درست کنیم. Ladies, we want to make this leaf, okay? So start it. For making this leaf, we should start from the middle of it, okay? And go up. خانمای عزیز، از وسط برگ شروع میکنیم تقریبا و چند تا زنجیره میزنیم میریم بالا. 3 تا 4 تا و 5 تا. اینم پنجمی. بعد از پنجمی یه زنجیره بلندتر 2 برابر این زنجیره ها میرید بالا و میایید پایین، میکشید طرف پایین و در جهت عقربه های ساعت دور همین خط میچرخید. Ladies, after 5 chain you go up and come back again to down, okay? And turn around it around this line. Look at here carefully. Again you go up. Look at here. You don't go up, you came back to down and pull it here, and again you should come back to down. خانمای عزیز میرید بالا، دوباره میایید طرف پایین. Look at here. You should turn around it to make it bigger. وقتی میره پایین، قلاب در واقع پشت پارچه میرسه، این نخو با قلاب میگیرید و میاریدش بالا، اوکی؟ بعد از تو اون یکی ردش میکنید، میشه زنجیره. کلش فقط زنجیره است، فقط با فرم و شکل‌های متفاوت اجرا میشه. زنجیره همون زنجیره است، منظورم اینه که یه بار برگه، یه بار گله، یه بار کومه است و شما هر بار اینو یه جور اجرا میکنید. ببینید اینو الان آوردم بالا. وقتی این میره پایین، I want to show you again. You should bring it up and
like this. For those who join us recently, I want to repeat every session what we do here. Go down, look at the back, bring it up, and it's just chain. One time more, I want to turn around it and show it to you. This is the last time. این آخرین دوریه که دور این برگ در واقع میچرخیم و زنجیره میزنیم. میخوام بهتون نشون بدم، با دقت نگاه کنید. من چون دستم رو هواست یه ذره برام سخته، چون میخوام نزدیک دوربین باشه و اینکه در طبیعت بشینم کار کنم، مجبورم که اینجوری بهتون نشون بدم. This is the last one. وقتی رسیدیم اینجا، فکر میکنم اینجا بهتره که تمامش کنم. Here we should finish it. Bring it up, go back, and here, closer. You can come here and take it, bring it back. Okay, now look at here. See, is it good or not? It's like that. Okay, after that we should make a knot here. خانمای عزیز، پشتش گره میزنیم که باز نشه و اینو از توش رد میکنیم. چند بار این کار انجام میدید، چون این ابریشم سره و گره ممکنه باز بشه. A few times we should do that. A few times we make a knot, a big one. After that, cut it. It finished. That's it. Have a good day.